مثلا ما جوون بودیم دیگه، دور برمون می اومدن می نشستن. دختر آره اصلا نمیدونستم داشتم چیکار میکردم، چون حالت عادی نداشتم، مصرف بالایی داشتم، 3 تا 4 تا مواد با هم دیگه میزدم. دختری بود که مثلا دیوانه‌وار منو دوست داشت، منی که مصرف کننده شده بودم. آخرا من برگشت میگفت که مثلا تو مثلا دیگه به درد من نمیخواد، اصلا قیافت یه جوری اصلا. مادر من اصلا فکرش نمیکرد که من توی این مسیر باشم. 11 شبانه روز بالا آوردم، تمام استخونهای دستم، تمام وجودم درد میکرد. به به، سلام علیکم. فدای تو چه خبر آقا؟ خوبی؟ قربون فدای تو بشم. رافائل عزیز چه خبر؟ خوبی؟ قربون عزیز منی. اینجا قائم شهر مکانی که رافائل نشست ها داشته، مصرف کننده میشه و اتفاقات عجیبی که میفته اینجا. خب مجردیته دیگه. اینجا تو اینجا تصمیم میگیری ترک کنی؟ آره اینجا تصمیم میگیرم. پس بریم بشینیم داستانا رو برای ما تعریف کنیم. بریم. تو رافائل اسم اصلی چیه؟ رافائل دیگه. یعنی یعنی مامان بابا اینا همه رافائل صدا میکنن؟ آره اسم اصلیمه. آخه تا حالا نشیدم رافائل، میگفتیم که اسم لقبته. نه اسم اصلیمه. خب تو یه دونه ویدیو اومدی دادی بیرون که همه رو شوکه کرد و داستان عجیب زندگیت از اینجا شروع میشه که کل فضای مجازی میفهمه که تو اعتیاد داشتی و میای یک شبه خسته میشی و تمام ادوات و وسایل اون اعتیادی که من داشتی و مصرف کردی رو بخچه میکنی، میندازی تو سطل آشغال و میری پیش مادرت که خبر نداشته تو اعتیاد داشتی، ترک میکنی. چی میشه؟ اول معتاد میشی؟ چی میشه که ترک میکنی؟ مسیر داستان رو بگو. و تو بلاگر هم بودی، وضع مالیت هم خوب بود، 4 تا ماشین هم تو این را به باد میدی دیگه. آره آره چه چیزی که میگفتم. خب تعریف کن. داداش یه سریا میگن که آدمایی که میخوان معتاد بشن به خودشون بستگی داره، ولی داداش من میگم رفیقی که شبانه روز با هم بودی، بچه محلایی که مثلا سنگشون رو به سینت میزدی، اونا باعث شدن که داداش تو معتاد بشی. بعد داداش ما هم توی مسیری رفتیم که نباید میرفتیم. بعد حاجی اصلا خودم نمیدونم چی شد که مثلا توی جمع می نشستیم، داداش بفرما و فلان و اینا، از رو مشروب خوری و اینا ما رو دعوت میکردن، سیخ سنگ دستمون میدادن و بعد ما رو گرفتن معتاد کردن. داداش خودت هم خواستی دیگه. خودم خواستم که داداش نمیشه گفت نخواستم، ولی خب اصرارم داشت، اصراری هم وجود داشت. چون من یه سال مصرف کردم، بعد از یه سال ترک کردم. بعد یکی از رفیقای صمیمی من که مثلا یه جای نشسته بودن که ما با هم رفتیم همدیگه رو ببینیم و فلان اینا، بهش برگشتم گفتم کجایی فلان، میگفت تو دور همیا نشستیم اینا. بعد لغزش دوم من که مثلا افتضاح شده بود رفتم نشستم، گفتم داداش اونجایی که شما نشستین چیزی وسط نیست که؟ چون خودش مثلا گفت نه داداش ما نشستیم داریم صحبت میکنیم فلان. من رفتم تو جمعشون نشستم، دیدم سیغ و سنج و فلان. گفتم اینجا کجاست من آوردی؟ ساعت 11 نیم 12 شب. کلید ماشینمو بده من برم. آقا دست من رو گرفت به زور، آقا بشین یه امشب با هم دیگه فرمودم. آقا من نمیخوام. آقا یه امشب بیا. آقا دست ما رو به زور گرفت، ما نشستیم. گفتم من نمیکشم. آقا به زور درست کرد و داد تو دست ما. آقا شروع شد و پس تو ترک کرده بودی یک بار؟ ترک کرده بودم یه بار، بعد دوباره استاردش خورد و شروع کردم. چجوری شروع کردی رو تعریف کن. 4 تا ماشین داشتی دیگه آجی، رفتم افتادم داخل دیگه داشت مصرف من رفته بود بالا و دیگه رفیق بازی ها شروع شد و مصرف کننده و دور و بر من خیلی شلوغ شده بود و بعد مزد ما جوون بودیم دیگه، دور و برمون می اومدن می نشستن. دختر آره می نشستن با هم دیگه. بعد مصرف ما بالاتر رفته بود، اینجوری شد که مصرفمون بالا رفت و بعد داداش من ماشین زیاد داشتم، پول و پر زیاد داشتم، میرفتم مثلا وسیله می آوردم می نشستیم میکشیدیم و فلان. ارزم به حضور رفیقای ما دور و بر ما مصرف میکردن، همشون دنبال این بودن که از کنار ما بکنن، چون من داداش پول داشتم، بودن دور و بر من، خودمو کشیده بودم بالا، نمایشگاه کار میکردیم، 5 تا ماشین داشتم، همشون دود شدن رفتن رو هوا. همون رفیقایی بودن که می اومدن کنار من می نشستن، به من داداش میگفتن، ولی از اون طرفم می اومدن داداش از کنار من میکندن و میگرفتن میرفتن. خیلی از کنار من خوردن، خیلی داداش اصلا خلافی که ما میکردیم اصلا توش هیچی نیست. من تا تهش رفتم، هیچی تو این خلافه وجود نداره دیگه. داداش مسیری بود که
بعد انتخاب شده بود. تو میگفتی من 1 کیلو میگیرم، داستان چجوری میشه که 1 کیلو میرفتم حاجی، ارزم به حضورت که مثلا حوصله اون موقع مصرف میکردم، مصرفم بالاتر رفته بود داداش، حوصله ساقی‌ها رو نداشتم دیگه. مثلا میرفتم پول داشتم، میرفتم مثلا 1 کیلو اون موقع بود 45 6 میلیون، میرفتم کارت میکشیدم، مثلا اون موقع یه ماشین 111 بود 60 میلیون میگرفتم، میآوردم ظرف 20 25 روز رفیقای دور و بر من میومدم مینشستم با هم دیگه میکشیدیم. اصلا نمیدونستم داشتم چیکار میکردم، چون حالت عادی نداشتم، مصرف بالایی داشتم، 3 تا 4 تا مواد با هم دیگه میزدم، قرص و فلان و چیا میزدی رو بگو بچه‌ای که مثلا همه چی داداش. من قرص و ترامادول و رکسول و کیدول و ارزم به حضورت متادون و روزی 3 گرم شیر سوخته با و نمیدونم روزی 7 گرم تریاک و هرچی پا میداد میزدم داداش. آخرها دیگه وضعیت من خیلی بدتر از این حرفا شده بود داداش، از شکل و قیافه و همه چی افتادم. الان دیگه 110 کیلو وزنمه، اون موقع بود 60 کیلو. یعنی یه مصرف وحشتناکی داشتم. صبح رنگ صبحو نمیدیدم، مثلا یه سال آخر مثلا من صبحو نمیدیدم. ساعت 6 صبح میخوابیدم تا 2 بعد از ظهر، 2 مینشستم میکشیدم تا 4 غروب، 4 میرفتم یه غذای یه کوچیک غذا میخوردم، باز دوباره خمار میشدم مینشستم میکشیدم تا 8 میرفتم سر کارم تا 9 شب میکشیدم تا 4 صبح خونه کی؟ رفیق خودم. 8 میشد زنگ میزد داداش کجایی بیا بشینیم فلان، چون چرا من داشتم دیگه، پول داشتم، بعد ارزم به حضورت مواد داشتم که بیان کنار من بکشن باشن، داداش میکردن باشن کنار مصرف میکردن، با هم دیگه مینشستیم مصرف میکردیم. اونا خب اون مرحله‌ای که مرحله خیلی قشنگ میشه، این مرحله‌ای که تو میای وسیله‌هاتو جمع میکنی، قشنگ اینو با دیتیل برام ما تعریف کن دیگه که مامان میگی اینو بگو دیگه کارت داداش به استخون رسیده بود دیگه خب داداش کجا فهمیدی که به استخون رسید؟ دیگه داداش هیچ موادی داداش جواب نمیداد، مواد دیگه اصلا جواب نمیداد، هر چی میکشیدم جواب نمیداد. مثل یه گوشی بودم که باتریش خراب بود، شارژرش کلا تو تنش بود دیگه. منم مثلا یه مسیر 30 کیلومتر مثلا اگه 20 دقیقه بود داداش، من مثلا 4 ساعت 5 ساعت هر 10 متر 20 متر جلو 1 کیلومتر میرفتم میزدم بغل مینشستم میکشیدم تو ماشین، یک سره تو دستم بود، یک سره میکشیدم، یک سره مصرف میکردم. بعد شده بود داداش دیگه کارت به استخون رسیده بود، همه مسخره‌ام میکردن، همه مثلا انگشت شمار شده بودم، همه میگفتن داداش این مسیری که تو داری میگی اشتباه، من اصلا تو کت من نمیرم، میگفتم نه من مگه چمه، من مگه خوبم فلان. آخرا دیگه داداش همه منت میکردن، بعد ارزم به حضورت که دریوری به ما میگفتن، از قیافه افتاده بودم. بعد یه زمانی بود داداش یه دختری رو میخواستم، بعد این مصرف باعث شد که داداش دختر از من فاصله میگرفت. دختری بود که مثلا دیوانه‌وار منو دوست داشت، منی که مصرف کننده شده بودم. آخرا من برگشت میگفت که مثلا تو مثلا دیگه به درد من نمیخواد، اصلا قیافت یه جوری، اصلا اخلاقت همه چیز برگشت، چون هیچ کس نمیتونست اصلا با من صحبت کنه، اخلاقم بد بود، عصبی بودم، حوصله کسی رو نداشتم دیگه. از اونجا داداش به خودم داشتم می اومدم که همه دارن منو پس میزنن دیگه. ببخشید آدمی که مصرف کننده باشه یه پفک اعتبار نیست سمت یه سوپرمارکت دیگه. آخرا دیگه داداش بدم اومده بود، خسته شده بودم، اومدم داداش با خودم. یکی از رفیقای من که مصرف کننده بود به من گفته بود داداش بریم سمت حرم آقا امام رضا. به این جان قسم، به این جان، چون من خسته شده بودم ولی اصلا اشتیاقی واسه ترک نداشتم داداش. من نشستم پشت ماشینشو، پشت ماشین جلو، چون پشت یک سره میکشیدم، دست من رفتیم حرم آقا امام رضا. اونجا رفتیم، بعد رفتم جلوی حرم آقا امام رضا، گفتم یا آقا امام رضا من دیگه خسته شدم، من دیگه نمیتونم، من 4 سال و نیم 5 سال زدم، ماشینام رفت، همه چیم رفت، تمام قیافه همه چیم رفت، تنها گوشه‌گیر شدم، حوصله کسی رو نداشتم، نسبت به آدما بدبین شده بودم. گفتم یا آقا امام رضا من باید پاک شم، من باید ترک کنم، تو کمکم کن من ترک کنم. به اسمش قسم من شب رفتم زریشو گرفتم، گریم افتادم. به این جوونی قسم دارم میگم، یه سریا شاید بگن مثلا این حرفای چیه فلان، من داستان خودمو دارم میگم. رفته بودم داداش زریشو گرفتم، گریم افتادم. بعد داداش دو روز اونجا بودیم، من کلا اونجا بودم، میرفتم خونه رفیقم بودیم، بعد شب میرفتیم اونجا. داداش اومدم سمت مازندران شمال، خونه خودم نشستم. یه شب نشستم، فرداش داداش از بوی این متا بدم اومد، با خودم برگشتم گفتم تو باید بذاری کنار، اصلا یه جوری شد، از باید بذاری کنار. یه نفر به من میگه تو باید بذاری کنار. من یه دونه پتوی از این تابستون‌ها داشتم روش مینشستم و همه چی بود وسط و آخرا دیگه نداشتم. به اون زنگ میزدم، داشت سیگار میگیری میای، داشت مثلا به اون میگفتم داشت یه
خورده مثلا وسیله داری به من بدی؟ دیگه نداشتم، پول نداشتم، همه چی من رفته بود دیگه. نهایت کل دارایی من شده بود یک دونه ماشین پراید 111. منی که 5 تا ماشین داشتم سنگین بودن، حاجی پتوی تابستونا رو گذاشتم وسط، تمام سیق و سنج و اون وسیله مواد و تمام انواع اقسام قرص و همه چی و پیکنیک و نمیدونم گاز تکشل و هر چی که تو فکر کنی که باعث، حتی اون فندکه انداختم وسط، سرشو گره زدم بستم، گفتم من باید بذارم کنار. از همین خونه بود، از همینجا گرفتم بردمش گذاشتم پایین تو سطل اشغال. زنگ زدم به مادرم. مادر من اصلا فکرش نمیکرد که من تو این مسیر باشم. زنگ زدم مادرم، گفتم مامان من قضیه من این شد، من معتاد شدم. بعد چون من یه شهر دیگه زندگی میکردم، مادرم نمیدونست که مثلا من تو این مسیرها رفته بودم، اومده بودم یه شهر دیگه، چون کار من اینجا بود یه شهر دیگه بودم. گفتم مامان من معتاد شدم، من دیگه نمیتونم، دیگه خسته شدم. مادرم شوکه فلان. گفتم فقط با من کارشون. مادر رو یه خورده داشت میدونی. آره. بعد گفتم که مامان یه خورده عصبی، مامان یه خورده تپش قلب و فلان و مشکل قلبی داره مامان. گفتم مامان من میخوام بذارم کنار، فقط با من کار نداشته باشین، چون داداش کسی که میخواد، من به درجه‌ای بودم کسی اصلا با من صحبت نمیتونست بکنه، انقدر بی‌عصاب بودم این مواد لعنتی. گفتم مامان من میخوام بیام بذارم کنار. حاجی ما گرفتیم رفتیم شهر خودمون سوادکو. نشستم و رفتم خونه، به مادرم گفتم فلان، بدون هیچ دارویی، بدون هیچ وسیله‌ای، بدون هیچ چیزی، بدون یه استامینوفن، هیچ چی تو خونه خودم، نه کم نه هیچی. یعنی وضعیت غیرت من، وجود من قبول نمی‌کرد که من برم کم. تو خونه خودم مادرم بالای سر من بود. داداش من 11 شبانه روز ریاضت کشیدم، 11 شبانه روز بالا آوردم، تمام استخونهای دستم، تمام وجودم درد می‌کرد. یعنی تو مسیری بودم که خیلی بدتر از این حرفا نمیتونستم پاشم. یه سرویس بهداشتی میخواستم برم، با 4 دسته میرفتم. تو دوران خماریم بودم دیگه. 12 شبانه روز، 11 شبانه روز من درد کشیدم، نخوابیدم. بعد 12 شبانه روز داداش بیحالی داشتم تا 29 شبانه روز که اصلا خوابم نمیبرد، تا این مواد لعنتی از تن من بره بیرون. شد 1 سال شد، چون مصرف خیلی زیادی داشتم. داشتید نه با 1 سال طول کشید. 1 سال طول کشید که من قشنگ خودم شم، به خودم بیام. الانم داداش من الان 2 سال و 1 ماه 19 روز پاکی دارم. الان که تو این تایمی که من پاکی دارم هنوز تیک عصبیامو دارم، هنوز تیک عصبیم از من خارج نشد. بعد این مواد لعنتی احساس آدمو گرفت، احساس آدمو میگیره، اصلا غیرت آدمو میگیره. من موقع مصرف میکردم تمام غیرت آدمو میگیره. الان مثلا تازه به خودم اومدم که مثلا آدم باید زندگی کنه. زندگی خیلی قشنگتر از این حرفاست. دلت با خدا باشه، خدا قشنگ میچینه داداش. دیگه الان داداش پاک شدم. به خیلی هم عالی. پس این بود داستان اون ویدیوت که وایرال شد. آره این ویدیو. بعد چی شد تصمیم گرفتی ویدیو رو بذاری؟ دیگه داداش من گفتم خب چون خیلی میدیدم دیگه، تو مجازی بودم میدیدم، جوونا رو میدیدم، دور و بریامو میدیدم، با صحبت مثلا بهشون میگفتم، یه سری تو کتشون نمیره. گفتم بذار من یه ویدیو بزنم، یه 2-3 تا ویدیو بزنم. یه ویدیو زدم که خیلی ترکید، فکر کنم بالای 23-4 هزار تا کامنت هم خورده بود، خیلی از پیجا وایرال شده بود. گفتم بزنم یه متنم بنویسم، بذار انگیزه بشه واسه مردم ببینن که مثلا من تو این وضعیت بودم، این شدم. من این بودم، این شدم. خیلی بد بودم، 60 کیلو بودم شدم 110 کیلو. مامان توی اون دوره، مامان که حاجی من موقع ترک من که مامان به قول قدیمی خب به روش نمیاد، ولی گوشت تنشو میخورد داداش. میدیده؟ آره میدید داداش. مادره عرضم به حضورت که، ولی خب از این طرف هم خوشحال بود، از اون طرف هم ناراحت بود. خوشحال بود که من دارم ترک میکنم، ناراحت بود که چرا من تو این مسیر رفتم. این ترک تو یعنی موقعی که رفتی خونه ما، رفتی تو اتاق نشستی؟ تو اتاق رفتم، درو بستم، یه اتاق 4 دیواری و خودم تک و تنها. مادره میومد یه سرم بس میکرد و تمام پای منو میشست. پا آتیش میاد اون لحظه از پا دیگه. ترک میدونن اونایی که انهی باشن، سینه سوخته باشن، اونا میدونن ترک کردن خیلی سخته، ولی ترک موندن، آدمی که بخواد پاکم بمونه، وجود میخواد به اندازه یه دنیا. خیلی هم عالی. آره دیگه این پاک موندنش باز خودش خیلی داستان‌ها داره. من تا اینجا رو دوست داشتم بدونم، ولی خب ترجیح میدم این داستان‌های پاک موندن و اینجور چیزها رو تو پیج خودتونایی که حالا اگه تو این برنامه اینا هستن دنبال بکنن، چون اینجا خب شاید از حوصله خیلی خارج باشه. پیج رافائل بچه‌ها میذارم اینجا، حتما پیجش رو دنبال بکنیم. بلاگره، خب خیلی ها میشناسینش، به واسطه اون ویدیو خیلی دیگه از عزیزان شناختنش. و این داستان رافائل بود، خیلی مختصر و مفید. خواستم رافائل رو نشون بدم. و حرفی از رافائل؟
عرضم بزرگ که داداش حرفا که خیلی زیاده، خیلی حرفا زیاده دیگه. ما خیلی خلاصه تر از این حرفا گفتیم. یعنی من آدمی بودم که توی یه جمعی میرفتم، گل سرسبد بودم، بالا نشینی بودم، همشون دور من می نشستن. آدمی شده بودم که اونایی که میرفتن بیرون مصرف کننده شده بودم، هیچکس مثلا نگام نمیکرد، مثلا تعارف نمیزد. زنگ میزدم آقا من بیام باهاتون بیرون، مثلا ما رو میپیچوندن، مثلا نه میپیچوند کسی که مثلا دوست داشت با ما بشینه، ولی از اون طرف من رفتم تو مسیر داداش دیگه هیچکس مثلا ما رو نگاه نمیکرد، دوست نداشت حتی مثلا یک کلمه با ما سلام علیک کنه. ما رو میپیچوندن، یه ایلاق میرفتن بیرون، میرفتن دور همیو میرفتن. یه وضعیت خیلی بدی داشتم که ما رو میپیچوندن. الان چی؟ الان برعکس شده دیگه. الان داداش دیگه آره دیگه ورق برگشته به لطف خدا داداش. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. ان پاکی ابدیه. تمام همدردام، تمام کسایی که مصرف کننده بودن الان پاک شدن. هیچی بهتر از پاکی نمیشه داداش. من همه چیشو رفتم، تهشو رفتم، تهشو رفتم که همه چیو گذاشتم رفت. به لطف خدا پاکم. پاکی سلامتی که من دارم میارزه به 100 تا از اینجور چیزایی که عشق منی. دورت بگم. دمت گرم. پیج رافائل هم بچه‌ها داشته باشین حتما. و توی پیج چیزی که اون یه سری هم بهت گفتم از این مسیر بیشتر بذار، زیاد چیزی نمیگه. اصلا من اگه جای تو بودم اصلا پیجمو میکردم کلا کارهای ان ای و اینا انجام میدادم. حالا ان که انجام بدی و مسیر باز کنی و بتونی دست خیلی‌ها رو بگیری و پاک بشن به واسطه کارها و راهنمایی‌هایی که تو بهشون میدی. عشق منی. دور سرت مرسی، بگردم. فدای تو داداش من. عزیز دل فدات منی. بشم. قربونت.